روم سرا من خسته بچینم گل دست دسته. من دست می اجیسه باور کنیم همین خصیصی هسته که نمیگذاره 4 تا میوه بخورم. باز که هم میخورم مجبورم دزدکی بخورم که اون نبینه. تو نگاه کن این نورگل سکو هیچ کاری نمیکنه، هر چیزی به روی ریخته خاک و رنگ تو نورگل شه. تو نگاه کن این بلگار سکو بیله به اینجا پرتو کده اینجا جا بیله خاک بم رنگ نورگل بله اجیسه بله. بیا خدا بیا نشته قایم کنم. نه بیا آمده اجیسه چشم. نورگل بله بیا اینجی. بله سلام علیکم اجیسه. خوبه بسه میگم مرگ میبینی و شروع میکنی به کار کردن. نه اجیسه تو نگاه کوی میوه کخ کی اینجا بکنده اینجا پرتو کرده ها. ایچی آخه تو بگذار که اینا برسه باز بخور آخه دل درد میشی خاک بم رنگ تو نشه. زنده باشه میگم تمام امینار همه بلگار جارو صبح جارو کردم اجیسه. خب میرزه چیکار کنم؟ خب وظیفه تو چیه؟ وظیفه تو همینه که تو جارو کنی پاککاری کنی. میگم گپ بزن اتاق جارو پرو کردی خلاصه. جام اجیسه همین تو جارو کردم پاک سوتره. چون هم دم کردم. من میرم به اتاق استراحت میکنم. کسی کار دیش من به اتاقم. در جمع باشه. میگم چردوبر جمع جور کنه که باز میوه کخ نکنی. نه من رفتم به اتاق. بابا اینا که اجیسه گپ میزنه. خدا میدونه عجیب سراخ باشه یا نباشه. خدا کنه باشه. ای خدا هیچ بنده احتیاج منتاج به کسی نکنی. نه واکو بیا مادام. میره سلام خوبی خاله جان خوبه خیره. سلامت باشین. زنده باشین سلامت باشین. ببخشید خاله جان. بیجی کار دارم. بله بیجی کار دارم. بیجی نیم خاله جان. به کجایم؟ خب به خونه ام. خب پرشک میبرم کار دارم. نه دیگه چیکار داره؟ اما تو چی کار دارم؟ نه های خاله اینجا مثل که نگهبانه. خب ما آمدم خواهی کمکی بگیرم. کمکی به ما بده. چی؟ کمک بگیره؟ یاره خاله جو بعد جای آمدی. چرا؟ سیجی نشنه بابا این آدم گدا چیزی به آدم میده. شما پیشکی بیامده سعی کن خاله خوبه گردم. نگاه کن همین دو تالو میبینی؟ باور کن اگه بفهمه که من این دو تالو کندم پس از سرم میکنه. انا بگیری اگر میام شما. چرا همین دو تالو؟ بابا اسم از ایجیه. همین تا آدم گدا خصیصی هسته که چی بگی. با شما بیادم پیش ازی کمک بگیری. خب ولی برو میرم تو کلمه گپ بریزم پاک امید به خدا من ناامید نکنه. ای خاله جو بیا. خیلی یک دقیقه بسته که من برم بگم همین خاله آمده. خاله جو همین جگاه بسته که برم سعی کنم خوب نباشه باز شو. برو. که باز اگه خوب باشه باید بجا کن. شال شد. آخه خدا. سلام اجیسه. آخه به تو نگفتم همه خور و خوشار جمع کن. آخه تو چرا به گپ نمیفهمی؟ باز بیامدی. بابا اجیسه رد کار لده. ای جارو میکردم که صدا در شد. خب دیدم یک خاله گفت که شما کار دارم. تا حال مور خالم ندیدم. یعنی شناسه. ایت تو نمیفهمی که نه تا حال ندیدم. نه از قومی شما نه ادم هیچ کدوم شما. تا حال مور ندیدم. خب برو بگو بیایه. برو بگو بیا. وقتی بگو. چشم. دست از این. خاله جو. بجا خاله. بیا. باز دیگه یکینه با این خاله از کجا پیدا شو؟ مزهای موقعات ما شو. بیا خاله جو بیا. انا اجیسه سلام. سلام اجیسه. و علیکم. خوبی سلامتی. بسیار خوشحالم جان شما جوره. شکر الحمدلله اجیسه. شما خوبی؟ شکر سلامت باشیم. زنده باشیم. خیریت بود. خیریت. چای میوه بیا. بشی چوب کو. خیریت بود. خیریت. همین اجیسه بیامدم. بچگاه که دارم. هم بچگاه به 17 بیشتر نیه. همین یک گردی بیخی کار بفتده. همین یک گردی دیگه هم همین نیم کالیه.
گفتم اگه بشه کمکی برای من بکنیم من به چقدر خوب برم گردی از یه عمل کنم یا بخرم گردی بریم. با شما اشته مردمیم هم خبر میشیم که یکی به حج میره باز میایین که کمک. آخه من این مراسم حج خورمه بیشتر نمیشم، باز بیامونی وقت میگی به سر گنج شیشتیم که بر هر کس آمد کمک کنم. خب راست میگه جیسه، همین کمک که به خاله بکنه حج دم سرا شمانه. چه باش خاک بم رنگ توشه با توی پرگپیا چی آمدم؟ حاجی صاحب بچگک جوانه، چه کار میشه اگه کمکی بکنه که این بچگک خوب شه؟ به خدا دعا میکنم به حق شما، بازی دفعه 4 شما که شما ما این بریم به حج. آخه میفهمی گپ چیه؟ من مگر 7 دفعه به حج برم، اونی بچه کاکامه دفعه 8 به حج رفته، مشته از او کم بیارم، ولی هنوز حج 4 سج دیگه من مگر بکنم. خب باز به شما که کمک کنم کی میبینه؟ کدو قوم خیش میبینه که انا کمک کردم؟ انا به حج میرم میام با نفره که میخور رو دستا بمندازه. برو خاله. آخه ولی آدم 1 مرتبه حج قبوله نی 7 مرتبه. شما اگه کمکی برای ما بکنین بنده ها نمیبینن، خدا که میبینه با بالا سر. چه کار میشه؟ ما حالی روی این داختون بیامدم برای شما، به خدا بچیم هر ساعت 1 رقمه، روز 1 دفعه میبرم به شفاخونه. چه کار میشه چیزایی؟ کمک کنیم برای من به دیگه پا نمیفهمم، من فقط حج میکنم که مردم ببینه بفهمم که انی فلانی حج کرد. برو خاله. آخه یک ثوابی هم مرد خاک بم رنگ تو ور میکنی. برو خاله جان. یک ثوابی هم بکنی که خدا ببینه، همه کنه باید بنده ها ببینه. فقط دارد چشم مردم عقل اینا بم تا چشم اینایه، هر چیز ببینم انمون قبول میکنم. من که بیام به تو کمک کنم کی میبینه؟ وقتی خاله برو برات کار خو. آخه حج عزیزی شده ده خونه شمانه، همین آدم کمک کنه. با تو نگفتم که میزنم تا گوشت تو رو هم بیرون میکنم از اون باغ و خونه و زندگی. 7 سال برای شما کار میکنم، هم 10 دفعه گفتم مرزن بدیم نمیدون. امسال 7-8 سال برای شما کار میکنم. تو هنوز به زن نرسیدی، هنوز کلون نشدی. خاک به رنگ تو، زمان تو زن میدم که حج من خلاص. یعنی عزیز هیچ کمک شما بر نمیاد؟ نه خاله جان برو دیگه، من نمیتونم کمک کرده، من به نام و نشان خود کمک میکنم. برو بابا. خاله جان نگفتم برو. برو با تو میگم. بخزد. خاله برو خاله برو که اعصاب ما رو هم خراب کردی. شما گفتم خاله کمک نمیکنه. خدا قبول نکنه که به نام برو که پا مفتی میزنم. مردم ولک نگاه میکنه که کی بیشتر به حج رفت، کی بیشتر پول داره، کی رفت آمد بیشتر داره، کی پلوای چرب نرم داره. بیا بده به گپ مفت میزنه. ایسه بیشتره خوش آمدید دیگه. خدا الحمدلله. گپ بزنیم بیزو خونه از شما پذیرایی خوبی باشو. های 100%. یعنی زمزم و تسبیح اینا بشد. بله خیر ببینید خدا شما رضایتی بده. زنده باشی. اجیبا سلام میرسوندم به شما چون نمیتونستم مریض همشون خبر دارم. خبر دارم، باز من میام به دیدن اینو. خیر ببینید قربان شما. اشته بود مراسم حج. خوب بود یار. امسال خیلی گرم بود. باور کنیم 1000 نفر از این گرمی تلفات شد که بیاد و بیاندازه. بله. خیلی باز به سری هم بزر دست پا شدم و خلاصه خوب بود. متهم گرمی ما رو ضایع کرد. راست. همین خبرها رو هم شما زمانی که بحج بدیم خبرها برید. حالا دیگه بیا از خبرها خالی تامی کانالای تلگرامی خیلی. بله میگفتن که تقریبا 1300 تا از زائرین حج به حساب گرما بله مرده بیدن بیچاره. خدا نصیب شما هم بکنه که به خیر حج بکنیم. دیگه ایتنه که من فقط تلاش و کوشش اینه که خوب همون حج بکنم. اگر تونستم باز 8 میرم بکنم که از بعض قوم خشادم. خوب دیگه. ایسه خوشحال شدم. ما همچنین. من دیگه همین تا ایستا برم که با سر کارم دیگه شما مالی نمیرن دیگه مجبورم من میکنم دیگه. زنده باشیم. میگم جیز پیز دک بالاه میتونیم چاشته بستیم خودشمون نون رم بخوریم. قربان شما ایسه نوش جان شما. تیار خوشحال باشی. من دیگه میرم همین تا باجا. به جا خود سلام بگیم بعد میام به دیدن. تشکر خیر ببینید. خوش آمدیم. خدا حافظ شما. خوش آمدیم. یه عجیب بیچاره سگو کشته ناجور شده.
تو صبر کو بچه کو اگه سوم تور نگیرتم ای 8 تور من 9 تا 8 نکردم میجی قلو میدر خان نیم بله ها بابا تو نشون میدم حاجی صاحب سوم تور میگیرم ها همون زنکه که قبل از حج گرفته بودین بیامد حالا کم بیامده باز چی کار داره؟ ها؟ اعصاب همین تو خورده که چی میگی؟ برو گپ مف میزنه اعصاب خورده برو خیره بگو بیا که یک 4-5 ساعتی بودم که بره برات کار خو حالا میه خالم مار دیونه کرد میره و میایی الکو بابا رادباری الکو یخزا گدار شده و من طرف یکی میره یکی میایی سلام من حاجی صاحب سلام عزیزم. خاله جان به پیش من ناله و زری نکن نه به تو 5 ساعته میدم برو پرده و گذاری خور بکنه بدو 5 ساعت برو به سر قبر خوکو 5 ساعت بغضا که دیوارو تو بری به حج الهی تکه تکشی که به چیم جوون و جایل از دنیا بره استراحت به چه مالی بود نیست استراحت تو دیگه بس تو نیشو سفر تو بودشون از کشه چند 4 دفعه بریم دی به حج به چه بمیرسه مرغ پر شد که پر شی به خیر خوشی سلامتی بچه تو بمرده بچه من بمرد میبیم اینو میبیش تو روی نقطه گفتم حجی صاحب کمکی بکن که بچه من خوب شه اما نداری گفتی برو مر ببخش خاله جان نفهمیدم که میشه من که دور ببخشنم اما خدا دور نمیبخشه که تو جامعه به بحث رفتی نکدی یک کمکی که به چگک به خوب شه خاله جو دیگه کمک چیزی نمایی بس دیگه خدا برو کمک به سر قبر خوب کنه که برو دوباره برو به حج که از خدا قصد به حج به کمرت والله بزنه بره الله نخمه شیره بس خاله جان بس دیگه این بچه خو دست بداد این جوان از این بومر بفرمایید داشته حاجی صاحب یالا کوکو مادر سلام یار خوشحال جان شما جور خیر خیریت یار شما جوره بخیرین جور باشه یار هستین نه والله یک تیاری نیم دل مخون شد خاله خیلی چرا چند وقت پیشم بیامده دوش حاجی صاحب فیلم هست خب حاجی صاحب ندادن دیگه بعد حالا بیامدن به چی بیچاره فوت کرد خب من چی خبردش تو که بچی از این توی اندازه مریضه که میموره من چی خبردش تو آخه به شما نگفتن حاجی صاحب تو پرگپی نکو گپ مف نزن اوقات ما بیاد تلاخ سایکو یک چیزی میگم به شرط بد تو نری نه بگو چرا بعد میبیای همسایه تو بود نه؟ ها همین همسایه دیوار بونه چقدر رو به سر تو حق داره نمیفهمون با اون دیگه زمانی که او بیامده گفته بچه مریض تو برتی از یک خبر بگیرتی نه بابا من باز برفتم به حج رفتم دیگه قصه از حج گرفتی چی فاید همسایه تو اونجا با حالت مردن تو بر میخزی میری به حج خب حج بدم خونه تو بود هم پولر میدادی برای این مسلمان که میره هم بچه خود تداوی میکرد او حجه خب باز همین تنه تو قرما بعض آدمایی که حج بلیاز خدا بس کنه شما بلیاز خدا بس کنه که اولا فلانی چند حج گرفته ما چرا نرم انمی کارا بود خورد تباه کردیم انمی کارا بودی وطن سعی کنیم به چی حالت کشوندیم آخه آمال آخه سعی کنیم همین تاجیکستان همسایه ما شما سال به سال پول خور مردم به حج من برم میارم به دست دولت میدم بس خلاص اون دولت برای اینا راه تیار میکنه سرک تیار میکنه مسجد تیار میکنه پل تیار میکنه اونا سعی چه کار میکنم ما و شما آخه دفعه 4 وجه رفتیم یک دفعه حج فرضه دیگه فرض بدم خونتونه که بتونی یک غریبی را از بدبختی نجات بدی یک مریضی بتونی از این مریضی و نجات بدی مرزن بدم میگم اینا داره حاجی سیفو اینقدر گناهی نکردی از نظر من این حج تو قبول نیست خب من چکار کنم کشته کاری کنم که از این گناه نجات پیدا کاری بدم خونه تو بود که تو آدم نکردی اگر میرفتی همون بچی از پول میدادی که او از این تکلیف نجات پیدا میکرد بس خلاص حالی خود از اون حج بود این حجی که تو رفتی از نظر من بیفایدیه